چطورید بچه ها؟ اومدم با یه چالش جدید. بچه ها با یه چالش جدید میخوام چیز بکنم. با این دستکش ها میخوام حداقل که شده بتونم یه بار یه لحظه من جامعه عوض کنم گردم. حداقل که شده یک بار با این دستکش ها بخوابم. یعنی پشم گوست بنظرم برم تو ماینکرافت. این ماینکرافت چند نفره، نه ماینکرافت عکس سوپرمن داره، اون یک کوچولو آسونه. البته در ویدیو بعدی هم که معلوم نیست چیز بشه آپلود بشه این ماینکرافت رو چیز میکنی. یه لحظه اولی اینم دومی. بابا پاک کن رو بده. یکم سخته پاک کردنش. بسه این دست کشه الان یکم اینجا بدردم. بگم حالتون بد شد. خب یکم اینو اینجا میزنی. اینم دومیه. پس من این برای تو اسپویل میکنم. اگر این ویدیو لایک کنم بچه نکنید. میخوام یه چیزی بگم بچه. اگر این لایک و کامنت های این ویدیو به 10 تا برسه، مثلا با هم برابر باشن، میرم پیش یکی از بلاگرای البته فود بلاگر که آشنامونه، میخوام باش ویدیو بگیرم. اگر لایک و کامنت های این ویدیو به 10,000 تا مصابم یک جوری 0 هنوز تازه چنل بچه. اول میرم پیش رضا فود، بعدش میرم پیش الیارکی. من پس ویدیو رو لایک کنیم بچه. این من سفر میبرم تو هر دقیقه دستم میخوره، ممکنه شما نبین. خب چقدر سخت هندلینگ.